تعداد قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه از 20,000 نفر گذشت. دور نوبتی مذاکرات برای معین کنی و علامتگذاری سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان در بشکک. افزایش طلاق رسمی به خاطر گرفتن شهروندی روسیه و شکایت مردان از مورد زورآوری قرار گرفتن در عائله. ایالات متحده آمریکا به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تجهیزات نظامی داد. رسانه‌های ترکیه با تکیه به اداره امور اضطراری این کشور گزارش دادند که شماره کشته شدگان بر اثر زمین لرزه ها در ترکیه به 17,674 نفر رسید. معاون رئیس جمهور فؤاد آکتای گفت که در 72 ساعت گذشته 172 نفر از زیر خرابه ها زنده بیرون آورده شده اند. در مجموع 72,879 نفر مجروح شدند. به گفته سلیمان سایلو وزیر امور داخلی کشور، در زمین لرزه ها 120 افسر پلیس و دست کم 32 افسر ژاندارم کشته شده اند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در رابطه با این حادثه در ترکیه ماتم عمومی ملی اعلان کرد که آن تا 12 فوریه ادامه خواهد کرد. در سراسر مملکت زیاده از 6,000 بنا خراب شده است. پایگاه فیچ خسارات بیموی ترکیه را از زمین لرزه تا 4 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. سازمان جهانی بهداشت حساب کرده است که از زلزله می تواند در ترکیه و سوریه همسایه تا 23 میلیون نفر آسیب دیده باشد. در سوریه که با ولایت‌های جنوب و شرقی ترکیه هم مرز است، دست کم 3,508 نفر کشته شده اند. در قطار کشورهای دیگر نجات دهندگان تاجیک در ترکیه به کارهای جستجویی و نجات دهی شروع کردند. به گفته امید یوسفی رئیس مرکزی مطبوعات کمیته حالتهای اضطراری و مدافع شهروندی تاجیکستان، صبح 10 فوریه نجات دهندگان تاجیک در ولایت قهرمانمرش ترکیه که از زمین لرزه خسارات جدی دیده است به کارهای جستجویی و نجات دهی شروع کردند. در بشکک دوره نوبتی مذاکرات برای معین کنی و علامتگذاری سرحدی بین تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان خبر داده است. در دوره از 3 تا 9 فوریه هیئت‌های عبارت از گروه‌های کاری توپوگرافی و کارشناسان حقوق مسئله‌های منبع عاید به معین کردن حدود دو دولت را بررسی کردند. بنا به اطلاع منبع در نتیجه ملاقات پروتکل‌های دخلدار به امضا رسانیده شده‌اند. در همین حال نمایندگان قرقیزستان جزئیات مذاکرات را اعلان نکردند. یادآور می‌شویم که روز 2 فوریه در دهه خسته‌ورزی ناحیه‌ای باباجان غفوروف رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده و نماینده وکالتدار پرزیدنت قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف ملاقات کردند. جانب‌ها به چنین خلاصه آمدند که همه بحث‌های حدودی تنها با راه گفت و شنید حل کرده شوند. نقشه چاره‌بینی‌های مشترک جهت تحکیم اعتماد، تنظیم مسئله‌های فرامرزی و پیشگیری عمل‌هایی که باعث بد شدن مناسبت‌های شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان می‌شوند، تهیه و قبول گردید. در سال 2022 در تاجیکستان 13,000 طلاق ثبت شده است که نسبت به یک سال قبل 162 طلاق بیشتر است. در این باره در نشست مطبوعاتی رئیس کمیته کار با زنان و عائله جمهوری تاجیکستان خلالبی قربانزاده خبر داد. به گفته قربانزاده سبب‌های طلاق گوناگون بوده، اساساً مشکلات اجتماعی و اقتصادی، اختلاف و نافهمی‌ها در عائله سببی از همپاشی عائله‌ها می‌گردد. سبب دیگری طلاق به گفته کمیته کار با زنان و عائله قصد شوهر برای گرفتن شهروندی روسیه بوده است. قربانزاده گفت سال گذشته در ولایت ختلان 804 جفت برای دریافت شهروندی دوم روسیه، در رشت 103 جفت و در ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان 31 جفت از هم جدا شدند. او گفت چنان که معلوم شد این طلاق‌ها با مقصد به دست آوردن شهروندی روسیه ساخته شدند. واقعاً عائله‌ها در نکاح مسلمانی زندگی می‌کنند و چنین طلاق‌های ساخته آمار طلاق‌های رسمی را زیاد می‌کند.
به گفته هلالبی قربانزاده در سال 2022 199 مرد از خشونت خانوادگی شکایت کردند. گفته می شود در دوره حساباتی به مرکز پیشگیری زوراوری و برابری گندری نزدیک کمیته 1621 نفر شهروندان مراجعت کردند. به گفته رئیس کمیته کار با زنان و عائله، از شمار عمومی مراجعت کنندگان 1422 نفر را زنان و 199 نفر را مردان تشکیل می دهند. مردان از آن شکایت کردند که در خانه اشان مورد زوراوری و خشونت عائلوی قرار می گیرند و برای رفع خشونت از کمیته زنان و عائله کمک خواستند. ایالات متحده آمریکا به کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان برای تحکیم زیرساختار نهادهای انتظامی این کشور در مرز با افغانستان تجهیزات نظامی تقدیم کرد. در این باره خبرگزاری از پیروز با تکیه به دفتر مطبوعاتی آژانس امنیتی کیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و هسته‌ای تاجیکستان خبر داده است. در خبر گفته شده است که کمک تکنیکی در چهارچوب طرح امنیتی مرز سبز که هدف آن تحکیم زیرساختار نهادهای قدرتی تاجیکستان در مرز با افغانستان است، ارائه شده است. گفته می شود که الهام میرسید زاده، دیرکتور اگنتی امنیتی کیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و هسته‌ای، همچون هماهنگسازی ملی از نام وزارت انرژتیک ایالات متحده آمریکا لوازمات نظامی را برای استفاده به کمیته دولتی امنیتی ملی سپرده است. آژانس میگوید این تجهیزات برای اجرای نقشه ملی عملیاتی تاجیکستان درباره قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پهن نکردن سلاح قتل عام ضرور است.